نخواهی که باشد دلت دردمند، دلت دردمندان برآورد ز بند. ره نیک مردان آزاده گیر، شو استاده ای دست افتاده گیر. سلام، وقت بخیر. میترا رستمی باز هم زیر چت CWB با همکاری همکاران عزیزم اینجا هستیم تا امید ببخشیم برای کسانی که امیدشان را از دست داده بودند. روال معمول برنامه بدین است تا هر ماه برای فامیل هایی که تحت اسپانسری بنیاد خیریه اطفال بدون مرز به مبلغ مشخصی که از سوی این بنیاد و افغانان مقیم خارج از کشور برایشان در نظر گرفته شده است را برای فامیل ها تسلیم نماییم. به نمایندگی از این فامیل ها و اعضای این بنیاد تشکری می نمایم از شمایی که در این امر خیر شریک هستید و امیدوارم در این زمان پرمشقت همکاریتان را ادامه دهید. دوستای عزیز، من در کنار خانم مدینه هستم. میخوایم از شما بپرسم چی مشکل دارن، به خاطر که از لحظه ای که اینجا آمدن از چهرهشان دیده میشه که یک مشکل است که بیش از حد اینا را آزار میده. سلام علیکم. تاسو همکارانو چې نن موږ ته زنګ وواهه، زه په شفاخانه کې وم، لور مې بستر وایي کمیږي. ډېره مننه تاسو نه کوم، ستاسو پیسو د هغه نه نګاه نه موږ ته ډېر هغه راځي، د اولادونه هم روزي کېږي او سبقونه وایي، مدرسو ته ځي، هر مشکل چې راځي تاسو یې حل کوئ. خو ډېره مننه تاسو نه کوم. دوستای عزیز، قسمی که میدانید چند مدت قبل امتحانات 4.5 ماه بود و من در کنار سعیده جان هستم به خاطر که خبر شدیم اول نمره شده و یگانه مشکلی که داشته این بوده که ریاضی را درست بلد نبودن. میخوایم از خودشون پرسان کنیم چگونه توانست موفق شود در امتحانات خود. بسم الله الرحمن الرحیم. من هستم سعیده دختر خانم فریده. من امسال بسیار زیاد کوشش کردم که در هر مضمون خود نمره پورا بگیرم و شکر الحمدلله گرفتم به جز ریاضی که 2 نمره کم داشتم به خاطر که نمیتوانستم همه سوالای خود حل کنم و ایره برتان قول میتونم که در سالانه همه نمره مثل امی 40 یا 100 کلش پورا باشه و ان شاء الله که همیشه امیر رقمی باشه و تشکر میکنم از سپانسر ما که همراه ما کمک میکنه. بسیار زیاد تشکر. سلیمه هستم دیگه. تشکر از دفتر CWB، تشکر که من اقتصال کمک کردم و خیلی وضع خراب بود دیگه، بی سرپرست بودم. 10 سال تا شوهرم فوت کرده، خودم در خانواده ها کار میکردم، در بادم پاکی مرفتم، یا از بادی که کمک میکرده دیگه پیسه رای میکنه از ما کمک چیز کاربار نمیکنم. خود من مریض بودم دیگه، این نبودیم خود تداوی نمیتونستم دیگه. اولادایم کلیگیش درس میخوان پیش از یک طالب اومده دیگه درس ماس نمیخونه، این دخترو اور دو بچه میخونه کلان اول نمره ریزش دویم نمرهش تشکر پارچهش رو بس ما میرم اون بینگره دیگه. تشکر که از دست نیازمندار گرفته دیگه، تشکر که می دلسوزانه من کمک میکنه ساله دیگه. زیاد تشکری از اسپانسر میکنم، تشکری از کلیگیش تشکری میکنم. خیر ببینید که دست نیازمندار گرفته دیگه، دلسوزانه کمک میکنه از ما در ما پیسه را میکنه. خیر ببینید، خدا شما موفق سرفراز کنه.